سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جای دنیا هستی خوش و سلامت باشید و زندگیتان پر از خوشی باشه. بابام میگه دیدم که بر نداشت کسی نشم از زمین، خود نش خود به شانه گرفتم. دوستان عزیز، این روزها وضعیت مهاجر افغانستانی خیلی خرابه. لطفاً با آنها مهربان باشید، کمک کنید و حمایت کنید. دوستان گل نازنین، سلام به تک تک شما که ویدیوهای ما را میبینید. این روزها همچنانی که دخترم گفت وضعیت مهاجرین افغانستانی واقعا خرابه، نگران کننده است. امیدوارم هر کسی که در توانشان هست با مهاجرین افغانستانی همکاری کنه، مهربان باشد و دستشان بگیرد. با امید روزی که هیچ چشمی از سایه ترس هجرت نگرید و نلرزد و دلها همیشه همدیگر پذیر و مهربان با همدیگر باشد. لطفاً با مهاجرین همکاری کنید، دستتان درد نکنه. خدا یارتان باشه. خداحافظ.